امروز با فرمان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تغییرات کادری صورت گرفت. از جمله شیرخان سلیم زاده از وظیفه دیرکتوری اجنسی نظارت مواد نشه‌آور برکنار شده است. سبب برکناری گنرال سلیم زاده رسیدن به سن نفقه گفته می شود. به جای او سابق داستان ولایتی سوخت حبیب الله واحد زاده به این منصب تعیین گردید. شیرخان سلیم زاده در صحبت با همکار ما خیرمان بقازاده گفت که از کار اجرا کرده‌اش در مقام رئیس نهاد نظارت بر گردش مواد مخدر قناعتمند می باشد. ما توانستیم استراتژی ملی مورد با مبارزه با غیر قانونی مواد نشادار را عملی کنیم. علاوه در حسابات سالانه هم رئیس سازمان ملل متحد سمت شمال یعنی که مسیر شمال انتقال مواد نشادار مثبت ارزیابی گردیده است. انتقال مواد مخدر استحصال افغانستان از طریق مسیر شمال که در مسیر شمال تاجیکستان هم هست خیلی کم شده است. در ادامه تغییرات کادری امروز رهبران چند شهر و ناحیه در تاجیکستان از منصب‌های خود برکنار شدند. امامعلی رحمان فرمان از وظیفه آزاد نمودن رئیسان شهر خوجند، استرافشان، گلستان، کمیته ساختمان و معماری، سرداری سر اداره حفظ سری دولتی، معاون یکم رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت و معاون سرداری ریاست معارف، فرهنگ و اطلاعات دستگاه را امضا کرد. بعضی از آنها مقام نو گرفتند، منصب‌های باقی هنوز معلوم نیست.